Salam hormatly Aşgabat Times habarlar portalynyň hormatly ýazarlary. Biz şu Aşgabat Times habarlar portalynyň dörejlik topary bilen Eýran Islam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyny gurulmagynda Eýran Islam rewolýusiýasynyň 47 ýyldygy, şeýle hem Eýran Islam Respublikasynyň milli günü münasibetli ilçihanasyny gurulaýan dawaraly çäretine gatnaşýar. Hormatly portalymyzyň ýazarlary, häzir biz ödürüjü toparmady bilen Eýran Islam Respublikasynyň ilçihanasynda geçirilen şu ajaýyp dawaradan söhbetden de şekilli görnüşleri size ýetirýär. Bir reportaj bilen şu ýerine Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan mesele dowlat ýalyjy bilen dowam edýär. Bayramyň gutly bolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Mujtaba Ruzbani hastم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان. امروز به مناسبت 47مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی جمهوری اسلامی ایران ما در اینجا جشن میهمانی رسمی خودمون رو برگزار کردیم. در این میهمانی که مهمان رسمی و مقام عالی رتبه ترکمنستانی جناب آقای رشید میردوف وزیر محترم امور خارجه بودند، ما مراسم رو به خوبی برگزار کردیم. روابط دو جانبه ایران و ترکمنستان رو بررسی کردیم. تاریخ یک ساله روابط ما و همچنین تحولاتی که در منطقه و در ایران گذشته رو با هم صحبت کردیم. مهمانان خوب از سفرای از کشورهای مختلف و همچنین دیپلمات‌ها، رؤسای نمایندگی‌های بین‌المللی که در اینجا تشریف داشتن حضور داشتن. من این روز رو تبریک میگم به همه هموطنان عزیزم در ایران، به دولت و ملت ایران. همچنین باید بگم که در این مدتی که از 47 سال بعد از پیروزی انقلاب میگذره، بیش از 35 سالش ما روابط بسیار خوب و عالی با دولت ترکمنستان داشتیم. ما از ترکمنستان همیشه مستقل و همیشه بی‌طرف حمایت می‌کنیم. روابط ما بسیار دوستانه و خوب هستش. روابط رو گسترشی داریم و سعی می‌کنیم که این روند رو گسترش روابط رو هر چه سرعت بیشتر بهش ببخشیم.